ترسی از شکست از ذهنتان فارغ بسازید. کار انجام ندادیم میترسیم. حالا من از لحاظ طبی نمیخوایم ذات وارد شم، همینقدر برای شما میگم که ما بخش از مغز ما که مربوط ترس و افکار منفی است بیشتر رشد کرده. به لحاظ انسان‌های اولیه که تا به امروز رسیدن همواره با ترس زندگی میکردن که نموریم، حمله نشه، سیل نیاید، اینا. بنان ترس کنار بانید، با ترس زندگی نکنید. با ترس زندگی سخت است. در عوض از چیزی که میترسین پیش چیزی که اتفاق افتاد در ذهنتان خطور بکنید. بدترین حالت ممکنه پیش چیزی که اتفاق افتاد در ذهنتان تصور بکنید. خب که چی؟ زمین که به زمان نمیخوره.